ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 37 ساله ساکن جماعت دهات مینتاباد ناحیه کوشانیان همچون گمانبر در صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده با روی فریب با باوری پیرمرد 73 ساله ساکن شهر باختر در آمده از او $8000 امریکایی گرفته با بهانه کشادن کارخانه روغنبراری وعده داده است که در نزدیکترین مولت مبلغ گرفته‌اش را برمیگرداند. اما از این مبلغ 4800 سومانیش را برگردانیده، باقی مانده مبلغ را تا حال برنگردانیده است. غیر از این نامبرده در دوام سال 2015 با روی فریب به باوری زن 38 ساله ساکن ناحیه کوشانیان در آمده با بهانه تشکیل نمودن کارخانه خرد روغنبراری و خریداری نمودن چیگه در دوام 3-4 ماه از نامبرده $1200 امریکایی گرفته مبلغ مذکور را به منفعت خودش صرف نموده است. نسبت به گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 22 ساله ساکن ناحیه شامنصور با گمان تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه دستگیر کرده شد. نامبرده روز 17 مارس سال 2021 تخمینا ساعت 16:00 خانه استقامتیش را برای مرد و زن 31 ساله ساکنان پایتخت برای علاقه جنسی نمودن شرایط مهیا نموده از آنها 200 سومانی مکافات پولی گرفته است. اینچنین نامبرده 17 مارس سال 2021 تخمینا ساعت 16:00 خانه استقامتیش را برای جوان 23 و زن 31 ساله ساکن شهر دوشنبه برای علاقه جنسی نمودن شرایط معین نموده از آنها 200 سومانی مکافات پولی گرفته است. همین طریق نامبرده 17 مارس سال 2021 تخمینا ساعت 16:00 خانه استقامتیش را به مرد 29 ساله ساکن شهر وحدت و زن 31 ساله ساکن پایتخت برای علاقه جنسی نمودن شرایط مهیا نموده از آنها 200 سومانی مکافات پولی گرفته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 29 ساله ساکن جماعت 1 می شهر ترسانزاده با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد که این جنایت مذکور را با رفیقش کامران نام شخص صادر نمودند. نامبرده روزهای 12 و 13 مارس سال 2021 تخمینا ساعت 23:20 با راه پنهانی در ایستگاه نزد بازار زرافشان واقع در کوچه زرافشان پایتخت ترمینال مبلغ گذرانی را شکسته کار ناشایم کرده از داخلش 300 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 6777 سومانی را تشکیل می‌دهد. این حادثه مورد تفتیش قرار داشته برای معاین و دستگیر کردن کامران نام شخص چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا ادامه دارد.